سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. اولین کنسول با مودم داخلی در زمان عرضه کنسولی نبود به جز سگا دریمکست. سال 1998 عرضه شد در ژاپن با قیمت $299 و یک سال بعد در سال 1999 در آمریکای شمالی ریلیز شد با $100 کمتر. که در واقع علتش چی بود؟ علت این بودش که هنوز درصد زیادی از مارکت شیر و سهم بازار دست پلی‌استیشن 1 بود. زمانی که کنسول دریمکست عرضه شد باز هم یک بار دیگه زمان نامناسبی بود، مثل عرضه کنسول سگا سهر کنسول قبلی سگا. با توجه به اینکه قیمت بالایی داشت، پلی‌استیشن بلافاصله بعدش عرضه شد با قیمتی خیلی مناسب‌تر و کیفیتی بهتر و بازی‌های بیشتر. این بار هم سگا خواست جبران بکنه ضررش رو و جایگاه خودش رو بین گیمرها کماکان نگه داره، ولی متاسفانه باز هم با زمان نامناسبی عرضه شد. سال 1999 در آمریکای شمالی با $100 کمتر با $199 عرضه شد و یک سال بعد از اون پلی‌استیشن 2 ریلیز شد، یعنی در سال 2000 و با گرافیک بیشتر و ساپورت دیویدی، در صورتی که سگا دریمکست فقط ساپورت CD رو میکرد. بازی‌هاش کمتر از 300 تا در آمریکای شمالی عرضه شد، در صورتی که PS2 میدونیم تعداد بازیش خیلی بیشتر از این است. آخرین سالی که تولید شد تقریبا 11,000 تا بازی داد بیرون. قیمتش رو $199 کرد، ولی این کافی نبود برای در واقع رقابت با پلی‌استیشن 2 و زمانی که شنیدیم که پلی‌استیشن 2 داریم باز هم قیمتش رو کاست $165، ولی این چیزی نبودش که بخواد نجاتش بده. با توجه به اینکه بازی‌های خیلی خوبی براش اومد، جمله کریزی تاکسی، 18 ویل یا 18 چرخ، سول کالیبر که خیلی تونست کمک بکنه تا حد زیادی برگرده، ولی هنوز تو اون زمان با توجه به اینکه پلی‌استیشن 2 عرضه نشده بود، پلی‌استیشن 1 60% تقریبا سهم مارکت بازار رو دست خودش داشت و زمانی که دریمکست داشت هنوز با پلی‌استیشن 1 مقایسه در واقع رقابت می‌کرد، پلی‌استیشن 2 اومد و دیگه جایگاهی برای دریمکست باقی نذاشت. و حتی یکی از ضررهای دیگه‌ای هم که در واقع دریمکست دید این بودش که کمپانی EA الکترونیک آرتس خیلی از بازی‌های ورزشی اسپورت رو میسازه، عنوان کرد که نمیتونه، یعنی نمیخواد که برای دریمکست بازی بسازه به علت پیچیده بودن ساختار و استراکچر خاصی که سی پی یوش داره. براش خیلی در واقع منفعت نداشت که بخواد براش بازی بسازه. زمان عرضه دریمکست مثل زمان عرضه سگا ساترن بد موقع بود، چون با یک غول در واقع بازی سازی و کنسول سازی خیلی سخت وارد بازار شد و اون کسی نبود جز پلی‌استیشن. سگا ساترن در مقایسه پلی‌استیشن 1 جایگاهش رو باخت برای سگا و سگا دریمکست در مقایسه با پلی‌استیشن 2 در واقع جایگاه رو تحویل دو دستی داد به پلی‌استیشن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگر که خوشتون اومده لایک و شیر و فالو فراموش نشه. ممنونم.